امیدوار هستم این ویدیوی کوتاه کمکی باشه برای شما که سیستم مهاجرتی و پروگرام‌های مهاجرتی آمریکا رو بیشتر بهش متوجه بشید. ناگفته نماند تو شرایطی که الان این ویدیو داره ضبط میشه، ما در سال 2025 هستیم و تحریم‌ها و محدودیت‌هایی هست برای ایرانی‌ها بر اساس در واقع اکزیکیتیو اوردری که در حال حاضر گاورمنت US صادر کرده. نکته‌ای که مطرح هست اینه که من در این ویدیو خیلی وارد دیتیل برای بحث‌های مهاجرتی امریکا نمیشم. اگر اطلاعات اضافه تری خواستید لطف کنید به ما تماس بگیرید یا فرم ارزیابی ما رو پر کنید روی وبسایت و ما بهتون برمیگردیم و اطلاعات لازم رو حتما باهاتون شیر میکنیم. خب دوستان، ایمیگریشن امریکا استراکچرش چیه؟ ایمیگریشن امریکا استراکچرش مثل خیلی کشورهای دیگه دو تا کاتگوری اصلی داره، دو تا طبقه اصلی داره. یکی بحث مهاجرت در واقع اقامت دائم هست یا اصطلاحاً ویزاهای مهاجرتی هست که در نهایت همون بحث گرین کارت رو مطرح میکنه و در مقابلش یه دسته دیگه ای هستن که ویزاهای موقت هستن یا اقامت موقت هستن که این اقامت موقت دسته‌بندی شده است. باز اون طرف اقامت‌های دائم هم باز دسته‌بندی شده هستن. از لحاظ پروسسینگ چیزی که مطرح هست اینه که هر کاتگوری بر اساس شرایطی که داره پروسسینگ تایمش متفاوت هست و ناگفته نماند در سیستم ایمیگریشن آمریکا بر اساس بولتن ویزایی که در واقع وجود داره، شماره های اویلیبلی که وجود داره که شما بتونید بر اساسش تقاضای ویزا بکنید، به اصطلاح مثل یه حالت شماره نامبر یا کوپنتوری هستش. اونها توسط اداره مهاجرت هر ماه آپدیت میشه. در نتیجه اینجوری نیستش که شما هر موقع دلتون خواست بتونید تقاضای ویزا بکنید. بایستی توی اون سریال نامبرها و اون شماره هایی که تو بولتن هست بر اساس پرایوریتی دیتی که مشخص شده شما زمانت رسیده باشه که بتونی اپلای کنی. ناگفته نماند ویزاها چه اقامت دائم باشن چه اقامت موقت باشن دو استیجی هستن. استیج اول یه استیجی هستش که اصولاً اپرووال استیج اول رو لازم داره. اون اپرووال معمولاً حالا یا اپرووال اسپانسرشیپ هست یا اپرووال جاب آفر هست و امثال هم، یا از اون طرف باز دوباره اپرووال کارفرما هست برای ویزای موقت یا اپرووال دانشگاه هست برای گرفتن بحث پذیرش در واقع ویزای تحصیلی و امثال هم. بنابراین برای این ویزاها استیج یک تو بحث پرایوریتی قرار نمیگیره. اون استیج یک در واقع یه چیزی هستش که شما میتونی همیشه اپلای بکنی، کسی هم بهتون کاری نداره، ولی برای ویزا بایستی وایسی تا نوبتتون برسه. صحبتی که دارم اینجا مطرح میکنم به صورت خلاصه این هستش که دو بخش مربوط به ویزاهای موقت ما یه جریانی رو داریم که مربوط میشه به ویزاهای ویزیتور که ویزیتورها هم B1 B2 به صورت حالا توریستی هست یا با هدف تجاری هست که اینا هر کدوم مسائل خاص خودشونو دارن. همونطور که گفتم برای ایرانی ها محدودیت وجود داره و جزء لیستی هستند که الان به این سادگی نمیتونن ویزا بگیرن و وارد آمریکا بشن. در کنارش بحث دومی که مطرح هست بحث ویزای تحصیلی هست. برای ویزای تحصیلی هم همونطوری که صحبتش بود مرحله اول این هستش که از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی اون فرد بتونه تقاضای پذیرش کنه و مدارک اولیه‌اش رو اپرووال بگیره و بعد از اینکه مدارک اپرووال گرفت تو استیج 2 اپلای بکنه برای ویزا. خیلی از کشورها در امریکا ویزا فری هستن. یعنی چی؟ یعنی اینها نیاز به سیتیزن هاش نیاز به تقاضای ویزا ندارن. اینها وقتی مدارک دستشون باشه با اون مدارک وارد مرز آمریکا بشن
همونجا میتونن پروسس بشن. متوجه هستین؟ در نتیجه بستگی به نشنالیتیتون داره. به طور مثال افرادی که از کانادا میخوان وارد آمریکا بشن، این افراد نیاز به ویزا ندارن. در نتیجه استپ و پروسسش متفاوت هست. در دسته سوم گروه‌های ویزاهای موقت بحث ویزای کار هست. ویزای کار امریکا هم دو دسته هستن. اصولا این ویزاهایی هستن که یا یک کسی به شما جاب آفری میده و شما بر اساس اون جاب آفر وارد یه پروسه‌ای میشی و ارزم به حضور شما اپرووال میگیره امپلویر شما و بعد شما میتونید بر اساس اون اپلای بکنید برای ورک پرمیت. باز همون قضیه کشورهای ویزا فری و کشورهایی که ویزا فری نیستن متفاوت هست تو این جریان. یه سری کشورها هم هستن به طور مثال برای کانادایی ها مثلا آپشنی هست به نام TN ویزا، ورکر ویزایی هستش که در واقع اون فرد تونسته جاب آفر بگیره از یک شرکت آمریکایی به عنوان یک کانادایی میخواد بیاد توی آمریکا کار کنه که معمولاً برای 3 سال اعتبار داره. در کنارش یه سری ویزاها هستن، ویزای کار هستن که اینها سلف اسپانسرشیپ هستن. در واقع شما با ایجاد بیزینست یا ایجاد شعبه بیزینست به طور مثال میتونی تقاضای ویزای کار بکنی. ویزاهایی مثل E2 و ویزاهایی مثل L1 که اینها هر کدومشون خصایص و کرایتری های مشخصی دارن که بایستی اپلیکنت رعایت بکنه. از اون طرف صحبتی که مطرح هست در مورد ویزاهای مهاجرتی یا اصطلاحاً گرین کارت، بیشترین مدلی که معمولاً پاپولار هست و خیلی ازش استفاده میکنن یا فامیلی بیس هست، در واقع اسپانسرشیپ فامیلی هست که در آمریکا فامیلی ممبر خیلی اکستندد هست، خیلی چیز مفصلی هست، از همسر گرفته در واقع تا بچه ها، تا پدر مادر و والدین، تا اعضای خانواده دورتر، خواهر و برادر و غیره و غیره، که این افراد میتونن اسپانسر شن. و برای بحث اسپانسرشیپی بر اساس این که اینا کدوم کاتگوری هستن، چه عضوی از عضو خانواده اون فرد US سیتیزن هستن، شرایط متفاوت هست، پروسسینگ متفاوت هست، بنابراین هر کدومشون بایستی شرایط خاصی رو بدونن. ناگفته نماند کسایی که گرین کارت دارن، گرین کارت US رو دارن، اونها هم میتوانن اسپانسر لیمیتد نامبری از اعضای مشخص و خیلی نزدیکتری از خانواده خودشون بشن. مثل قضیه US سیتیزن ها نیست و یه سری کرایتریا داره. به طور مثال اون فرد باید توی آمریکا بمونه و یه سری شرایط دیگه. من گفتم بهتون وارد بحث‌های مفصل خیلی دیتیلی نمیخوام بشم، ولیکن اطلاعات کلی رو خواستیم اینجا باهاتون شیر کنیم تو بحث فامیلی اسپانسرشیپ. در کنار این موضوع باز تو بحث فامیلی اسپانسرشیپ به طور مثال تو بحث همسر یه استیج قبلش هم هست، چجوری میشه اینا موقتی و زودتر وارد بشن، که همون ویزاهای نامزدی و امثال اون فیانسه اینا هست. اینها هم حسابش جداست که اینها هم یک نوع ویزاهایی هستند که کمک میکنه فرد قبل از اینکه پرونده گرین کارتش پروسس بشه با یه ویزای موقتی وارد آمریکا بتونه بشه. از اون طرف دسته بزرگتری از ویزاهای مهاجرتی هستش که اصطلاحاً بهش میگن EB5 کاتگوری، یعنی employment، یعنی بیسشون بر اساس استخدام هست، که اصطلاحاً بهشون میگن EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 که اینها بر اساس شماره هایی که کنارشون قرار گرفته پرایوریتیش رو نشون میده. یعنی همونطوری که تو صحبتم مطرح کردم، وقتی شما بحث پرایوریتی رو مطرح میکنی، اگر EB5 باشی فرست پرایوریتی هست، EB5 باشی میشه لاست، در واقع فیفت پرایوریتی. بنابراین اینها هر کدوم پرایوریتی هاشون متفاوت هست. در نتیجه موضوعی که مطرح هست اینه که وقتی شما دارید یه روشی رو انتخاب میکنید برای بحث مهاجرتی، باید ببینید کدوم پرایوریتی و آیا میتونید مثلا شرط EB1 رو رعایت بکنید یا میت بکنید یا خیر. به هر حال EB5
که اصطلاحاً میگن مهاجرت بیزینسی یا سرمایه گذاری. اون در حقیقت مهاجرت سرمایه گذاری به معنی اسمی درست نیست، به خاطر اینکه EB5 یک پروگرامی هستش که در واقع شما با پول شما جاب ایجاد میشه، شغل ایجاد میشه برای افرادی که توی آمریکا هستن و به این ترتیب اون هست تو کاتگوری EB5 قرار میگیره. خب دایورسیتی ویزا هم هست که بحث همین در واقع لاتاریا هست که اینا هم بحثایی بوده که سالهای سال مطرح هست. خیلی بحث پیچیده ای نیستش تو بحث لاتاری و اینها، ولی لاتاری ویزا هم اصولا دایورسیتی پروگرام ملاکش این بوده که از کشورهایی که تعداد مهاجری که به آمریکا میاد کم هست، یک پروگرام ایجاد کنن که جمعیت مهاجر آمریکا رو دایورستر کنن، یعنی متنوع تر کنن. در نتیجه از کشورهایی که مینیمم مهاجرت هست میتونن این بحث دایورسیتی رو دنبال بکنن. شاید باورتون نشه حتی یک کشوری از کسی سیتیزن کانادا هم هست یا اروپایی هم هست میتونه الیجیبل باشه برای دایورسیتی پروگرام یا لاتاری پروگرام. بنابراین فقط شامل کشور حالا مثلا ایران و امثال هم نیست. به هر حال امیدوار هستم که این اطلاعاتی که اینجا به صورت خلاصه در اختیارتون گذاشتم مفید بوده باشه و اگر اطلاعات بیشتری خواستید حتما با ما در تماس باشید.